به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، ببخشید برنامه ترازوی عمل، امروز با هم درباره احکام گوشت ها یا خود کدام گوشت حلال است و کدام حرام صحبت میکنیم. چطوره که همگان میدانید، با این پیشرفت ساحه اقتصاد و وسیع گشتن واردات و صادرات گوشت ها، حتی اگر در کشوری که 100% مسلمان باشد وقتی زندگی میکنید، باره در خودی از مغازه هایش چشمتان به گوشت می افتد که یا از برزیلیا وارد شده است یا از کانادا یا یکی از کشورهای غیر مسلمانی. و یا حتی بعضی از شرکت های هم هستند که در داخل کشورهای مسلمانی فعالیت دارند، اما مدیری آن شرکت ها خودش مسیحی است یا عموما غیر مسلمان. پس این گونه گوشت هایی که از کشورهای اروپا می آید یا گوشت هایی که از مسیحیان به ما میرسد، حکمشان چی است؟ آیا تمامی گوشت های اهل کتاب حلال است چگونه که در قرآن درباره اهل کتاب ذکر شده است، و یا اینکه این مسئله هست که باید وسیع‌تر و جدی‌تر نگاه کنیم؟ باید اولا به خودی گوشت ها و یا اینکه به خودی ذبح کردن از طریقه شرعی نگاه کنیم. در همه کتاب ها درباره صید و ذبح یا خود طریقه قربانی کردن حیوان پیدا کرده می توانیم. حتی در کتاب های تفسیر هم، در کتاب های حدیث هم و عموما در تمام کتاب ها این باب یک باب مخصوصی هست برای آنکه مسئله حلال خوردن، علل خصوص ذبح کردن حیوان، یکی از مسئله های مهم برای هر یک مسلمان می باشد. و اگر به خودی چگونه یک حیوان را از طریقه شریعت ذبح میکنند و گوشتش را حلال میکنند، گفتیم اینجا سه چیزی اساسی است. یکمش این طرز ذبح کردن و یا طرز کشتن حیوان، دویمش حتما در وقت کشتن بسم الله گفتن، سیوم برمیگردد به احوال شخصی کشنده. برای آنکه نفری حیوان را کشته ایستاده و یا حیوانی که در دست نفر کشته شد، اون نفر در شریعت نقشی خیلی مهم رو بازی میکند و مهمتر از حیوان هم باز مهمتر همان انسانی که اون حیوان رو کشت در شریعت این مسئله جدی است. و بیایید ببینیم که کدام انسان ها می توانند ذبح کنند و گوشتی آن نفرها برای ما حلال است و کدام انسان هایی که حیوان را ذبح کردند گوشتشان مشکوک است یا خود برای ما عموما جایز نیست. اولا وقتی میگوییم خودی حیوان باید ذبح کرده شود، یعنی باید کشته شود. الا ما زکیتم هم میگوید الله در قرآن. معنای زکیتم این است که وقتی شما حیوان را با بریدن دورگی که در گردنش هست خونش را برآوردید و روح حیوان طرز از جسمش خارج شد که با سبب بریده شدن دورگی در گردن بوده. و این مسئله اتفاقی هست که وقتی که حیوان رو و حیوانی که در دستمون هست و اون حیوان رو الکی ما میتوانیم بکشیم، حتمی است که اودج میگوین، یعنی دورگی گردن او باید بریده شود. اما حیوان هایی که گریخته از دست ما رفتن، مثل بعضی حیوانات هایی که حتی مثل گوسفند و گاو باشد دویده رفت و او را دستگیر کردن خیلی مشکل است، یا حیوانی که صید است و او را شکار کرده ایستادن، در این وقت به هر یک آلتی که نوک تیز داشته باشد و آن آلت بریده تواند، وقتی میزنند و خون حیوان را میریزانند، البته با بسم الله گفتن، دیگر آن حیوان حلال می شود. پس در وقت ذبح کردن حیوان دو چیز است: حیوان هایی که در دست ما هستند و ما امکانیت داریم که آن را ذبح کنیم یا گفتیم بکشیم، که در این وقت حتما باید دورگ گلوی او بریده شود و در نزد تمام مذاهب برابر دو رگ در گلو بوده، کاملا گلو رو از هم جدا کردن این بهتر می باشد. اما حیوانی که دویده گریخته رفت و او را به دست آوردن مشکل است، در این وقت
زکات اضطراری میگویند یا خود مجبور شده در حالت مجبوری کشتن حیوان است که او را میتوان از دور هم با یگان چیزی که البته خصلت جرح کردنش باشد زد و آن را کشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری میگویند ما انهر الدم و ذکر اسم الله علیه فکل، هر چیزی که خونش ریخته شده باشد و با بسم الله کشته شده باشد شما از آن بخورید. و در حدیث دیگر چون در زمان جاهلیت و جای اینکه حیوان را دورگ گردنش را برند فقط کمی پوستش را با کمی از گلویش میبریدند و حیوان عذاب کشان در یک چند ساعت جان میداد سپس آن را میخوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده اند از کشتن حیوان با این طرز که حتی شریطت و شیطان هم میگویند که کمی گردن او را بریده می شود و حیوان با عذاب میمیرد. اما اون چیزی که در شریعت در نزد جمهور علما گفته مستحب است و بهتر است اینکه برابر حلق حیوان را بریدن گلوی او را بریده شود و دو تا رگهایی که در گلو هست بریده شود، با همین تقریبا کاملا سرش جدا می شود. ولیکن اگر فقط همون دو رگهای در گردن بوده یا گفتیم اوداج را بریده شود هم کافی است برای آنکه اساسی خون از خود همون دو رگ ریخته می شود و حیوان به آسانی جانش را می دهد. و خیلی که گفتیم این نمود کشتن حیوان شرط اساسی است. پس شرط اساسی در وقتی جان حیوان را گرفتن یا حیوان را ذبح کردن این است که گلوی حیوان بریده شود، نه یگان جسم دیگرش یا اینکه نه با یگان راه دیگر، مثل اینکه زنند و یک باره با یگان چیزی وزمین کشندش یا اینکه گیرند و یگان نمود سوزندارو زنند و یا با قوه برق زنند. هر نمود دیگری که حیوان را میکشد اگر در وقت کشتن دو رگ در گلو بوده حیوان بریده نشود آن گوشت به اتفاق علما حرام است، برای آنکه طریقه ذبح کردن و یا خود کشتن آن حیوان از طریقه شرعی نبود و این نمود خودی کشتن حیوان را در قرآن کریم هم و یا این نمود گوشت ها را خودی الله هم حرام کرده است که کمی بعد درباره حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر با هم صحبت میکنیم. اما آلت یا اسباب هایی که با آن حیوان را میکشند حتما باید کارد باشد یا چیزی دیگری باشد هم میشود. در این باره تمام علما اتفاق هستند که هر چیزی که خصلت بریدن را داشته باشد میشود با آن حیوان را کشت و حتی اگرچه یگان نمود سنگ نوکتیز باشد که با سنگ هم بریده شود و حتما خودی کارد نیست، فقط اینکه با یگان چیزی وزمین زده کشتن جایز نیست یا اینکه با ناخن و یا با دندان. برای آنکه اینجا حدیث هم هست که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر چیزی که خون حیوان را برآورد یا هر حیوانی که خونش ریخته شود و نام الله بر آن ذکر شده شود آن را بخورید، فقط که طریقه کشتن با دندان و با ناخن نباشد. و وقتی یکی از صحابی میپرسند که ما گاه در راه میمونیم و چیزی برای حیوان رو کشتن پیدا نمیکنیم، آیا میشود که با سنگ هایی که نوک تیز دارن مثل کارت میبرن با آن کشیم؟ پیامبر میگویند آره، وقتی شما آن را با بسم الله کشتید و خونش را ریختید در این وقت برای شما حلال میگردد. پس حتمی است که در وقتی حیوان را کشتن آلت در دست داشته باشیم که خصلت بریدن را تواند، یعنی تیز باشد و بریده تواند و اساسا همون دورگی گلو را برد. اما حیوان های دیگری که خیلی که گفتیم یکی از بلندی به زمین افتاد و مرد یا حیوانی که آن را با قوه برق کشتند یا در بعضی از کشورها به پیشانی حیوان با تبر با یگان چیزی وزمین میزنند که حیوان در یک چند دقیقه دیگر میمرد، سپس آن را پوست میکنند و سپس گردنش را جدا میکنند و این چیزها و در حالی که آنها مسیحی هستند کاملا حرام است، برای آنکه الله میگوید حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة و ما أکل السبع الا ما زکیتم. برای شما برابری گوشت خود مرده، هر حیوانی که خود از خود مرد، البته بجز ماهی و حیوانهای آبی، برای شما حرام است. این چنین خوردن خوک و خوردن خون و هر حیوانی که به جز الله برای بزرگ داشتی چیز دیگری کشته شد و اینچنین هر حیوانی که بوغی کرده، یعنی نفسش رو گرانیده کشتن، به این داخل می شود هر حیوانی که با گاز یا چیز دیگر کشته شد و اینچنین هر حیوانی که موقوذه یگان چیزی وزمین کتی آن را زدند و کشتند و متردیه هر حیوانی که از بلندی افتاد و مرد و هر حیوانی که با همدیگریش جنگ کرد. الا ما زکیتم، مگر اینکه یک حیوانی را شما افتاده دیدید اما هنوز جان در بدنش هست و شما آن را گرفتید و گردنش را بریدید و او را خودتان حلال کردید و اگرچه از بالا افتیده باشد، اگرچه با تبر زده باشند، اگرچه دو حیوان با هم جنگ کرده باشند و یک حیوان تماما بیهوش اما جانش باشد، الا ما زکیتم، وقتی که آن را گرفتند و با بسم الله گردنش را جدا کردن یا دو همان رگی در گردن بوده را بریدن، الکی وی حلال می شود. و اینجا چیز دیگر گفتیم، طریقه اولش یا گفتیم شرط اول حتما بریده شدنی دو رگ و دویومش بسم الله گفتن. مسئله های در شریعت هست که انسان چرا همین خیل بوده است نگویم نمی شود، از این چیزها گفته نمی تواند، برای آنکه بعضی کارها تعبدی هستند. انسان در آن مسئله فقط من شنیدم و اطاعت میکنم میگوید، اما مسئله های هم هست که چرا من علتش را حکمتش را یک بار بینم گویان حکمتش را پیدا کردم میتواند. و مسئله بسم الله گفتن در نزد جمهور علما این یکی از فرض‌های گفتیم قربانی کردن یا ذبح کردن می باشد و الله در قرآن میگوید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، و هرگز هر حیوانی که به بسم الله کشته شده است آن را نخورید چون آن پلید است، بد است، حرام است، از آن استفاده نکنید. و اینجا به این مسئله وقتی نگاه میکنیم گاهی می شود که یک نفر مسلمان، او مسلمان است، همیشه با بسم الله حیوان میکشت ولی بسم الله را فراموش میکند. آیا نفری که فراموشن بسم الله را ترک کرد آیا حیوان او را خوردن جایز نیست؟ در این مسئله تمام علما اتفاق هستند که هر چیزی که از روی فراموشی شده است در شریعت بخشیده شده است و در این باره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. برای همین اگر یک بار فراموش کرد باقی نیست، اما قصدن اگرچه مسلمان باشد هم بسم الله را ترک کرد، در نزد جمهور علما آن گوشت را خوردن جایز نیست و نباید خورده شود. و حتی بعضی از علمایی که در این مسئله کمی آسانگیری میکنند میگویند هر نفری که قصدن بسم الله را نمیگوید او یک عداوت با شریعت دارد و الکی او از اهل نفرانی نیست که حیوان را کشد و آن حیوان حلال شود. برای همین بسم الله گفتن از شرط های دویومی اساسی حلال کردن حیوان می باشد، بجز اینکه یک بخبر یک انسان فراموش کردم، در این وقتی گفت من فراموش کردم در وقتی گفتم باقی نیست، اما قصدن گفتن نگفتنی یک نفر اگرچه مسلمان باشد هم شرط می شود که آن گوشت را نخوریم. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در هر حدیثی که خواه درباره صید یا شکار آمده باشد یا درباره حیوان همیشه واذکروا اسم الله علیه واذکروا اسم الله علیه میگویند، نام الله را بالای آن همیشه شمایان ذکر کنید. و اینجا چیز دیگری که از مسئله های خیلی خیلی مهم است درباره نفری که حیوان رو میکشد یا حیوان رو ذبح میکند. ما گفتیم این در شریعت البته حیوان باید حلال باشد، از گوسفند باشد، از پرنده ها باشد، از مثلا گاو باشد، بهیمه الانعام باشد، این چونین بسم الله گفته شود، در وقت کشتن گردنش بریده شود و این چونین به نفر کشنده هم خیلی اهمیت داده می شود و این مسئله خیلی جدی است، برای اون که وقتی که
به خودی کشنده حیوان نگاه میکنیم، اگر اون نفر تماما بیدین باشد یا بت پرست از اهل خطای باشد یا یگان هندوس باشد یا یگان مجوسی الاغ پرست باشد، هرگز کشته حیوان او را خوردن جایز نیست. و از شرط های نفری که حیوان را ذبح میکند این است که یا مسلمان باشد یا اهل کتاب باشد. و وقتی ما میگویم اهل کتاب، یا یهودی یا نصرانی، و همیشه آن نفر باید عاقل باشد، عقلش در جایش باشد و ممیز باشد، یعنی کاری کرده استادش را باید داند و درک کند. در غیر این هر نفری که مسلمان نیست یا اینکه اهل کتاب نیست، از یهودی و نصرانی نیست، خوردن گوشت او حرام می باشد. و الله و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و اینجا میگوید و طعام که در نزد جمهور علما این حیوانهای کشته یعنی ذبیحه نفرانی که اهل کتاب هستند از یهود نصرانی برای شما حلال است. و چه خیلی که گفتیم و هر چیزی که به اون بسم الله گفته نشد آن را نخورید میگوید، ولیکن چه خیلی جمع میکنیم کمی بعد با هم در این باره صحبت میکنیم. پس هر نفری که حیوان رو میکشد اون نفر یا باید مسلمان باشد یا اهل کتاب. درباره مسلمان مسئله اتفاقی است، فقط مسلمان نباید بیمار باشد و نباید از آن مسلمان هایی که با نام مسلمان هستند اما برقصد بسم الله نمیگویند. برقصد یعنی من بسم الله ناگفت میکشم، کسی به من چی کار دارد و از این چیزها نیست، از اینها نباشد. درباره اهل کتاب چی؟ در سوره مائده در آیت 5 الله میگوید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. و طعامی یا خود هر حیوانی که اهل کتاب یهود و نصرانی ها ذبح کردن برای شما حلال می باشد. و اینجا گفتیم یهود و نصرانی از زمان پیامبر تا امروز خیلی فرق میکند. و اگر به خود یهودها و نصرانی های زمان پیامبر نگاه کنیم، آنها در خود کتاب انجیل و هم در خود کتاب توراتشان یک چند آیت هایی هست که در آنجا گفته شده است که ای یهودها یا خود ای نصرانی ها، شما باید در وقت کشتن حیوان عیناً مثل مسلمان ها بسم الله گوید و دو رگ گردن حیوان را ببرید. و اگر شما رگ گردن حیوان را نبریدید یا بسم الله نگفتید یا هر یک حیوانی که برای بت و هیکل ها کشته شد آنها رو خوردید گناهگار می شوید. پس اینجا رو ببینیم که وقتی پروردگار برای ما خوردن گوشت اهل کتاب رو حلال کرد، برای آن که اهل کتاب یهود و نصرانی ها در کتاب مقدسشان طریقه ذبح کردن حیوان عیناً مثل مسلمان ها است. حتما باید بسم الله گویند، حتما باید دو رگی در گردن بوده رو ببرند. و این چیز در زمان پیامبر بود. برای همین هم وقتی یهودی زن پیامبر صلی الله علیه و سلم را گوسفند میکشد و دعوت میکند، میروند و از آن گوشت میخورند همراه یک چند صحابگان. و اینجا را ببینید که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اهل کتاب چه خیل میکردند؟ آنها مثل مسلمان ها حیوان کشتن در کتابشان هست، ولیکن الان خیلی مسافه ها دور است بین یهود و نصرانی که در زمان پیامبر بودند و یهود و نصرانی که در زمان ما هستند. و خیلی خیلی کم پیدا می شود نصرانی که در وقت کشتن حیوان بسم الله گوید و در وقت کشتن دو رگ گردنش را ببرد. برای همین در نزد جمهور علما از خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا بقیه علما میگویند اگر یهود و نصرانی در وقت کشتن حیوان گلویش را یا همان اوداج دورگی در گلو بوده را نبرد، آن گوشت حرام می شود. برای آن که در این وقت آن گوشت یکی از صفت هایی که الله در سوره مائده گفت منخنقه و مفقوزه و میته و به این چیزها داخل می شود، یعنی بوغی شده یا میمورد یا اینکه او را زده میکشند یا با یگان راه دیگر. پس در نزد کل علما اگر
یهودی یا نصرانی حیوان رو گردنش رو نبریده کشد، در وقت کشتن یا با قوه برق یا با زدن با یگان آلت وزمین یا اینکه با غاز یا چیزی دیگر بوغی کرده حیوان را کشد، خوردن او جایز نیست، برای آنکه او یکی از شرط های اساسی را ترک کرد. و نفرانی که میگویند هر چیزی که نصرانی میکشد حلال است، هر چیزی که یهودی میکشد حلال است، و شما به آیت نگاه کنید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم میگوید الله، ببینید که و در آیت دیگر والمنخنقه و والموقوذه این چیزها رو هم میگوید. اگر ما تمامی از ذبح کرده های یهود و نصرانی حلال گوییم، پس خوک هم برای ما حلال میشود، چون خوک رو هم آنها میکشند. ولیکن اینجا در وقت کشتن آنها حتما باید همون چیزی که یا همون شرط هایی که مسلمان ها رعایت میکنند رعایت کنند که در زمان پیامبر رعایت میکردند. و خیلی که گفتیم یک چند آیت از خود تورات و از خود انجیل هم من خودم هم با چشمم خوندم که در آنجا گفته می شود وقتی که شما حیوان رو میکشید باید با نام پروردگار و این چنین با پاره کردن گردن حیوان، یعنی با همون دوره کشته شود و هرگز نه خون خورید نه از حیوانی که به بت‌ها کشته شد. و الان خیلی که گفتیم در نزد جمهور علما هر حیوانی که گردنش را بریده نکشته شد آن را خوردنش جایز نیست. و کسی که میگوید نه هیچ باکی ندارد، این قول خلاف جمهور است و این چنین خلاف حتی مذهب یا گفتیم دین نصرانی ها و دین یهودا هست که در خود دینشان هم از شرط های حلال شدن گوشت برای آنها این باید که گردن حیوان بریده شود. و درباره بسم الله چه؟ مثلا ما گفتیم که در شریعت ما حتما باید بسم الله گفته شود و خود پروردگار هم میگوید و هرگز آن چیزی که بسم الله گفته نشد آن را نخورید، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، و آن چیزی که بسم الله گفته شد آن را بخورید. اما یهود و نصرانی هم آیا حتما باید بسم الله گویند یا نه؟ در این باره بین علما اختلاف است. مثلا در مذهب خود ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند یهود و نصرانی هم باید بسم الله گوید، برای آنکه اگرچه آنها شرک میورزند، مریم و مثلا حضرت مریم و عیسی را دیگر از شریک های پروردگار قرار می دهند، اما آنها نام الله کتی کشند و همین گونه هم می کردند. اگر شنیدید که یهودی نصرانی با نام خدا نگفت، با نام عیسی گفت یا مریم گفت یا جبرائیل گفت یا با نام سگانه که ثالث و ثلاثه میگویند تثلیث رو به زبان آورد، آن گوشت حرام است، نباید خورده شود. و این در خود مذهب امام ابو حنیفه هم هست، در بقیه مذهب ها و جز در مذهب امام شافعی که میگویند اگر هیچ چیز نگفته سکوت آرام حیوان را از گردنش جدا کرد آن حلال است، برای اون که بسم الله گفتن برای او حتمی نیست. اما در وقت کشتن مبادا به جز نام الله یگان کلمه دیگری شرک را آورد، مثل مسیح گفت یا عیسی گفت یا چیزی دیگر، در این وقت خوردن آن جایز نیست. و خود شریعت یهود و نصرانی هم در کتابشان امر میکند که با بسم الله کشید، با نام پروردگارتان کشید و این چنین در وقت کشتن خیلی که گفتیم نباید به بوت به چیزی دیگر آن را کشته شود. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. جمهور علما میگویند این آیت که پروردگار میگوید آن چیزی که به بسم الله کشته شد آن را نخورید، هم برای یهودی هم برای نصرانی است، برای آنکه یهود و نصرانی در کتابشان خودشان میدانند که حتما باید بسم الله گفته شود. و اینجا یک مسئله دیگر هست. حالا میدانیم که خیلی نفران زیاد در کشورهای اروپا، حتی در تاجیکستان خودمان هم، مثلا یک قسمی هستن خودشون رو مسلمان میگیرن، یک قسمی هستن خودشون رو مثلا نصرانی میگیرن، اما از نزدیک صحبت کردن میگوین من به هیچ چیز باور ندارم، متریالیست میگوین یا مادی میگوین من میگویم طبیعت خود از خود پیدا شد، من نه به پیامبر باوری دارم نه به جنت و دوزخ، به یگان چیز هرچی همراهش صحبت کردید میگوید مجبور نکن، من باور ندارم. و این گونه اتئیست ها یا کمونیست ها که به بودن خالق و پیامبر و اینها باور ندارن زیاد است. انا این گونه انسان ها
در نزد جمهور علما حیوان کشته اشان حرام است، اگرچه آنها در کشور مسلمان ها زندگی کنند یا اینکه اگرچه نام آنها در جمله اهل کتاب باشد. پس هر نفری که کمونیستی که عموما به الله باور نداره، نه اینکه در این پارتیا هست، یعنی از دهری یا از نفرانی هست که میگوید من به طبیعت باوری دارم و من به بودن خالق باور ندارم، یا اینکه من به بودن پیامبر یا وجود داشتن همچون انسان باور ندارم و اینها رو عموما این کار میکند، خوردنی آن ذبیحه‌ای که آن کرد عموما جایز نیست و انسان باید خیلی در این حالت احتیاط کند. برای همین اکثریت شرکت هایی که اگرچه شرکت مثلا کشوری مسیحی است، کشوری مثلا اهل کتاب است، دیده می شود که بعضی از مدیرهای آن شرکت ها عموما نه به دین مسیحی نه به دین دیگر اعتقاد دارند و میگویند من فقط به همین بود و هر چیزی که با چشم میبینم به آن باور دارم. و در این وقت این مسئله اتفاقی هست که چون شرطی از اهل کشتن حیوان است، گوشت آن نفر رو خوردن جایز نیست. و درباره حیوان هایی که ما نمیدونیم که کی کشت این رو، مثل اینکه مثلا از بازار در تاجیکستان به خانه گوشت آوردن که بعضی از برادر و خواهران میگن من نمیخورم، نمیدونم کی کشته باشد، یا در مثلا جایهای دیگر این فرق میکند. و اگر کشوری مسلمان باشد، مثل 96% مسلمان یا اون کشور همه مسلمانند، کسی در اونجا من کافرم نمیگوید یا غیر مسلمانم نمیگوید. تاجیکستان خودمون، ازبکستان، ترکیه رو مثال آورده میتوانیم، کشورهای مسلمان عرب. انا در اینجا چون اکثریت مسلمان هستند و ما اکثریتی باوریمون بر آن است که با بسم الله میکشند و با طرز شریعت میکشند، آن گوشت را بسم الله گفته میخوریم. برای اون که در این باره حدیث است، حدیث هم در صحیح بخاری هست که حضرت عایشه میگویند مردمی که نو مسلمان شده بودند گوشت گرفته می آمدن و ما نمیدونستیم که چی کار کنیم، برای اون که نمیدونستیم که چه خیل این را کشتن، چون آن مردم نو اسلام آورده بودند، هنوز گویا از طرز کشتن حیوان با خبر نبودند. پس پیامبر به ما گفتند سمو علیه انتم و کلو، اگر شما نمیدونید که آیا بسم الله کتی این حیوان کشته شد یا نه، ولیکن آن نفرانی که به شما گوشت آوردن مسلمانند، شما شک دارید، بسم الله گوید و شما خورید. و همین دلیل همین حدیث دلیل می شود که وقتی در کشور مسلمانی هستی و میدانی که از قصاب گوشت آورده شد، البته از اون پکت هایی که از کشورهای اروپا و دیگر جا مستورد نیست، بسم الله میگوییم و میخوریم. اما برعکس این اگر در کشوری مسیحی نشین یا در روسیه یا در کشوری که اغلبیت غیر مسلمان هستند، اگر نفر گوشت آورد حتما باید پرسیده شود که این گوشت را از کی خریدی، برای اون که تمام گوشت ها حرام است به جز گوشت هایی که با بسم الله کشته شد و با طرز شرعی کشته شد و به حالت همان کشور و جای زیست خود نگاه میکنیم. اما یک مسئله که خیلی مسئله پیچیده می نماید و بعضی از حتی اهل علم خیلی خصوصا در تاجیکستان به این مسئله تساهل میکنند یا گفتیم سبکگیری میکنند و همش رو حلال میگویند، بعضی دیگر خیلی سخت گیری میکنند و همش رو حرام میگویند. این اساسا خوردن مرغ هایی که در طرز پکت ها ما در خود مغازه ها میبینیم و با آن مرغ ها به اکثریتش در بالایش نوشته شده است حلال، این مرغ حلال است. و حتی در روسیه هم خیلی زیاد هست، در قزاقستان هم، در اروپا هم دوستانی که در اروپا هستن میگن این گونه مرغ ها خیلی در مغازه ها زیاد است که حلال نوشته شده است. تا چه اندازه اینها حلال باشد و آیا اگر اهل کتاب آن را کشته باشند حلال است و آیا دستگاه هایی که آنقدر دستگاه های خیلی بزرگ در یک کشتن یک تانه تا 1500 مرغ را به یک بارگی میکشد، آیا آن مرغ ها شک و شبهه ندارند؟ و اگر این نمود دستگاه های مسلمان ها باشد چه، یعنی مدیریت آن را مسلمان ها داشته باشند چه، تا چه اندازه حلال است. و این مسئله یک مسئله هست که عموما یک و یک باره این حلال یا این حرام گفته نمی شود بجز بعد از تحقیق کردن و کاملا آموختن همان فابریکه و همان شرکت. برای همین خودی
استاد دانشمند بزرگ پاکستان محمد تقی عثمانی میگویند من خودم شخصا به دستگاه‌هایی که مرغ تولید میکنند یا اینکه گوشت مرغ صادر میکنند به کانادا و بعضی از کشورهای دیگری اروپا رفتم و دیدم که اساساً مرغ‌ها رو در 4 مرحله آنها به گوشت تبدیل میدهند. اساساً به یک دستگاه یا گفتیم اسباب خیلی بزرگ الکترونی مرغ‌ها رو میفرستند، اون هم با خیلی عدد زیاد. اول به در مرحله یکم بالای مرغ‌ها کمی آب خنک با قوه برق ریخته می شود، یعنی حیوان خود مرغ‌ها رو اول با آب خنک و برق میگذرانند که میدونید که قلب خود مرغ خیلی میده‌چه است، شاید که در آنجا اکثریتش الکی جانش را دهد. دوم شده آنها را بعد از قوه برق و آب خنک گذرانیدن به یک تیغ بزرگ مثل سنگ آسیاب می آورند که هر یک مرغ به آن تیغ رسیده گردنش جدا می شود و بعضی حتی مرغ‌ها جدا نشدنش هم ممکن. سپس از بالای این مرغ‌ها هنوز درونش را تازه نکرده آب جوش می‌ریزند و پرهایش کنده می شود که این مسئله هم یک مسئله خیلی مشکوک است، برای آنکه اگر بالای حیوانی که در داخلش روده و نجاستش است آب جوش ریخته شود، شاید که وی نجاست به گوشت آمیخته شود و این مسئله را در کتاب‌های فقه هم میگویند که اگر مرغ زنده به زنده به داخل روغن یا به داخل آب جوش افتید آن حرام می شود، برای آنکه دیگر نجاست او به گوشتش تاثیر میکند. انا سپس بعد از این داخل مرغ را تازه میکنند و پرهایش را میکنند و میگویند حتما هر یک مرغ از زیر قوه برق گذرانیده می شود و میگویند این برای اینکه مرغ به یگان گفتیم پر و پرواز به زیر تیغ روند کمک میکند که ما مرغ را فقط از هوش میروانیم و در غیر این مرغ خیلی بی‌سرانجامی میکند و به گردن او تیغ نمیرسد. و به این نگاه کنید عزیزان، شاید که الکی بعضی از مرغ به تیغ نرسیده در همان قوه برق کشته شوند و این حالتی شرکت هایی هست که در آنجا مرغ های حلال را اصدار میکنند و خود مدیرش هم میگوید من مسلمان هستم و این شرکت من یا دستگاه مرغ پروری من کاملا کاملا اسلامی است. برای همین خودی استاد میگویند پس از این که من شخصا به یک چند دستگاه های تولید مرغ یا صادر کننده گوشت مرغ به اروپا رفتم، دیگر خود 100% به نتیجه رسیدم که نه همه مرغ‌هایی که بالایش حلال نوشته می شود آن مرغ‌ها حلال است، برای اون که زیادی از مرغ‌ها الکی چی می شود ما مشکوک هستیم که آیا گردنش به تیغ رسید یا نه، آیا بعد از قوه برق زنده بود یا نه، برای اون که در آنجا 1000 و 2000 و 10000 مرغ است، هر یکی آن را یگان نفر کنترل نمی کند بلکه کلی این کارها را یک دستگاه بزرگ الکترونی انجام می دهد. و مسئله دیگر مسئله بسم الله گفتن که حتمی است. بعضی از علما میگویند همون نفری که چرخی که گلوی مرغ رو میبرد بسم الله گفته سرداد کافی است، اما هر یک مرغ اگر به خود کتاب های فقه نگاه کنید هر یک حیوان باید برای خودش علاهیده بسم الله گفته شود. و اینجا مسئله دیگر همون مسئله آب جوشی که بالای مرغی که هنوز درونش رو تازه نکردن ریخته می شود که شاید که حتی وی آب جوش ضرر رساند و به تاثیر نجاست به خود گوشت تاثیر داشته باشد. این فقط درباره خود گوشت مرغ بود. و درباره حیوان های عادی نگاه کنیم، خود در کشور مصر هم خیلی زیاد گوشت ها از کشور برزیل می آیند و گوشت ها به مراتب ارزان تر است و اکثریت میگویند حلال است، اکثریت میگویند مشکوک است. و مسئله دیگر انا در اینجا هم طریقه کشتن حیوان چارپا مثل گاو و گوسفند و بز و از این چیزها هم خود استاد میگویند وقتی به شرکت های تولید گوشت داخل شدم با یک چند نمود بود که پیش از گردنش را بریدن انجام میدادن. اول شده در بعضی از همین گونه شرکت ها به پیشانی گاو با سوزندارو از دور می زدن و سوزندارویی که به پیشانی گاو می رسید همون لحظه داخل شدن گاو از پا می افتاد که در حدود 12 دقیقه اگر گردن گاو بریده نشود با تاثیر همون سوزندارو الکی گاو می مرد.
و اینجا هم سبب همان میته می شود یا خود مرده می شود، برای آنکه از زدن سوزندارو تا بریدن گردن گاو فقط وقتی محدود 12 دقیقه است. در غیر این اگر آمده نرسیدن وای الکی با تاثیر همون سوزندارو کاملا گاو قلبش میماند. و طریقه دیگر میگویند زدن با بلغه چیزی و زمین به پیشانیش که گویا که حیوان را بیهوش میکنند، که بعضی از حیوان ها با ضربه سخت حتی بجز بیهوشی دیگر جانش رو هم دادنش ممکن. و حتی کشورهای دیگری هم هست که کلی حیوان ها رو اگر آنها رو کشتنی شد و جای آنها رو میگذارد و محکم میکند و یک نمود گاز به آنها میفرستد که وقتی حیوان ها بیهوش میشوند سپس گردن آنها رو میگیرد. و تقریبا تمام نمود کشتن حیوان ها به شک و شبهه خیلی آمیخته بود که شاید حیوان هنوز به گردنش کارد نرسیده مرده باشد و این هم شرکت هایی که حلال گویان گوشت میبرارند. اما شرکت های مسیحی اهل کتاب خود پروردگار میداند که تا چی اندازه آنها با کدام کارد و با کدام اسباب و با کدام روش ها حیوان ها را میکشند، علل خصوص بعد از پیدا شدن این دستگاه ها. برای همین خود لجنه علما هم علمای معاصر هم در خود قرارهای آخر نشان میگویند پیش از اینکه یک اتیکتکه یا خود یک رکلام رو دیده حلال گوییم حتما باید اینجا ببینیم که آیا در حقیقت این حلال است یا نه. و برای این عزیزان به تحقیق نمی شود. هر یک شرکت از یک دیگریش فرق می کند. آره شرکت هایی هست مثلا با بعضی از نفرانی که شخصا شناس بودیم میگویند من مثلا خواهر و برادرای کافکزی میگویند ما در خانه خودمون گاو میکشیم، خودمون مرغ میکشیم و آن را پکیت کرده یا به حسیب تبدیل داده میفروشیم و بیایید طرز کشتنمون را بینیم، که این یگان شک و شبهه ندارد. رفته هم بعضی ها دیدگی هستند. اما جایهای دیگر هم هستند که ما فقط به همون اتیکتکه حلال باور کردگی هستیم، اما نمیدونیم که در حقیقت همون گونه‌ای که شریعت امر کرده است کشته می شود یا نه. انا این به شک و شبهه داخل می شود. برای همین از همه راهی بهتر و بهترش که همه در هر کشورها دست جمعانه هستیم می شود که خودمون به یگان جای دورترک رفته یا با یگان نفری که خانه زمینی دارد مصلحت کرده خودمون حیوان کشیم، یا اینکه یک شرکت های را برای ساختن برای برادرای مسلمان که 100% شرعی با طرز شریعت کشته شود و تقسیم کرده شود کمک کرده شود. وگرنه خیلی که بعضی از علما خودشون به چشمشان رفته دیدن این شرکت هایی که حلال میگوید اکثریتش به شک و شبهه خیلی خیلی نزدیک است. حتی یک چند نمود شرکت هایی که در کشور استرالیا هستند رفتند و دیدند و گفتند حلال نوشته شده است اما طرز کشتنشان حلال نیست، چون در آنجا اول اینکه بجز خود حیوان هایی که ما مسلمان ها میخوریم خوک و چیزهای دیگر هم هست و از طریقه دیگر حیوان ها به گردنشان هنوز تیغ نرسیده الکی از تاثیر خود قوه برق میمورند و این سبب می شود که همون میته می شود که الله می گوید حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر. پس این بود عزیزان درباره خودی این گوشت هایی که در کشورهای اروپا هست یا در کشورهای مسلمان ها هم هست. اما برای ما ماهی است که دربارش باز یک برنامه دیگر میکنیم. همه نمود حیوان های آبی از ماهی باشد از خرچنگ باشد کریوت که میگویند باز حیوان های دیگر باشد در نزد جمهور علما حلال است. هم زکات یعنی گردن آنها رو بریدن حتمی نیست. در کدام کشور نباشد از حیوان های آبی از آن استفاده کرده می شود. البته در مذهب امام ابو حنیفه و جز ماهی بقیه حیوان ها خوردنش جایز نیست، لیکن خیلی که هزارها بار خود امام هم تاکید کردن وقتی حدیث آمد که برعکس قول من شد شما حدیث رو گیرید، اما حدیث پیامبر است که میگویند خود آب بحر حلال است و میتش حتی حیوان های خود مردهش هم حلال است و از آن خوردن جایز می باشد. و مسئله دیگر اینجا مسئله که در تاجیکستان زیادتر به این دیده می شود حتما اینجا باید ذکر کنیم. در بسیار جایها حیوان را در وقت کشتن آره بسم الله هم میگویند، گردنش رو هم میبرند. نفر کشنده هم میگویند مسلمان است، اما
сабаби куштан барои бузургдошти бубахшед ягон қабристон, ягон мазор, ягон нафари зинда. ҳатто барои меҳмонӣ ҳамеша куштани ҳайвон ҷоиз аст барои эҳтиром кардан, лекин барои бузургдошти як нафар, барои ин ки қадри ҳамон нафарро шумо таъзим карда истодаеду ҳайвон куштан, дар ин вақт ҳамон гӯшт агарчи бо бисмиллоҳ кушта шавад ҳам, агарчи гарданаш бурида шавад ҳам, ҳамон ҳайвоне мешавад ки ба ғайри Аллоҳ кушта шуд. ва ма зубиҳа ала нусуб, ва агарчи он нафаре ки барои ӯ кушта шуд аз буд набошад ҳам, лекин ба хотири Аллоҳ кушта нашуд, ё барои гӯшти оддие ки барои хӯрдан кушта нашуду барои таъзими як нафар ё мурда ё зинда ки кушта шуд, аллакай он гӯштро ба даҳон гирифтан дар шариат иттифоқан ҷоиз нест. аммо гӯштҳои оддие ки барои меҳмонӣ ё як нафар омад барои эҳтироми ӯро ба ҷо оварда меҳмон кардан кушта мешавад, ин боқӣ надорад. ва ин буд мавзӯи асосии мо ки дар борааш имрӯз ҳамроҳи шумо суҳбат кардем. акнун биёед бубинем ба саволҳо. шояд ки баъзе чизро дар рафти мавзӯъ фаромӯш кардему аз саволҳо баён мешавад. саволи якум: гӯшти мурғ ки тамғаи ҳалол дорад, аммо истеҳсоли кишварҳои ғайриисломӣ аст, иҷоза аст ки истеъмол кунем? дар ҳамин бора чӣ хеле ки гуфтам, ҳатто маҷмаи уламои исломӣ ки китоб ҳам ба наздикӣ чоп шудааст, ҳамагон иттифоқ мекунанд ки на ба ҳама чизое ки ҳалол навиштааст бовар кунед. ва чӣ хеле ки гуфтам, худи устоз ба яке аз мурғпарвариҳои Канада мераванд. Муҳаммад Тақии Усмонӣ дар китобашон ҳам зикр мекунанд, дар китоби Қазоё фиқҳи муосара мегӯянд, ман ба чашмам дидам ки худи гӯшт ҳалол буд, ҳатто мудираш ҳам мусалмон буд, аммо тарзи куштанашон хеле шубҳанок буд, барои он ки мурғҳоро аввал аз зери қувваи барқ мегузарониданд. барои ҳамин агар шумо донед ки ин ширкат 100% боваринок аст ва шумо касеро фиристода дидед ё ба сайташ дохил шудеду шакку шубҳа нест, ҳалол аст. аммо шакку шубҳа доред дар бораи ин ширкат ҳеҷ маълумоте надоред, беҳтараш ин аст ки аз ин мурғҳо истифода накунем. ба ҷои ин аз ягон масалан дар ҳар ҷое ки ҳастем дигар ақаллиёти мусалмонҳо ҳаст, аз онҳо талаб кунем ки ба мо худашон гӯшти мурғи ҳалол ёфта биёранд ё гӯшти мурғро кушта ба мо биёранд. ҳайвоне ки гӯшташ ҳалол аст, истеъмоли кадом узваш ҳаром аст? дар бораи кадом узви ҳайвон ҳаром аст, масъалаи ихтилофӣ аст. бубахшед, баъзе аз уламо мегӯянд ҳар узве ки дар он наҷосат ҳаст, чун наҷосат ба он таъсир мекунад, ҳаром аст. аммо баъзе аз уламои дигар мегӯянд ягон узве нест ки он ҳаром бошад, барои он ки баъд аз ҳайвонро забҳ кардан ва шустан он узв ҳалол мешавад ва 100% ҳамин узвашро хӯрдан ҳаром аст, далел ҳам нест, ба ҷуз баъзе қиёсҳое ки мегӯянд масалан пешобдон ё баъзе аз узве ки дар он наҷосат истодааст беҳтараш хӯрда нашавад. аммо дар бораи ҷигарашро паёмбар хӯрдан дигар, масалан аъзои ягон аъзоро инро ҷудо карда инро ҳаром гуфтан ягон далеле нест. моле ки гӯшташ ҳалол аст, оё хунаш низ ҳалол аст? албатта ки хун ҳаром аст. хун дар бораи ҳаром буданаш ояти сураи Моида аст: ҳуримат алайкумул майтату ва даму, барои шумо ҳайвони худмурда ва хун, тамоми намуди хун ҳаром аст ба ҷуз ҷигар ва аз сиёҳидонаи ҳайвоне ки дигар намедонам, як калимаи дигар кати дар мо мегуфтанд, талоқ мегуфтанд, чизи дигар мегуфтанд. яъне паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯянд аз хун ба мо ду чиз ҳалол шуд, яке ҷигар, дигаре сиёҳидонаи ҳайвон, аммо худи хун истодаш кати ҳаром аст ва ба либос расад ҳам наҷосат аст ва онро хӯрдану нӯшидан умуман ҳаром аст ва наҷосат аст. ва аҷибаш ин аст ки дар яке аз наворҳо дидам ки шояд дар ҳамон кишвари мағриб ки Марокко мегӯянд, аз хуни ҳайвони қурбонӣ нӯшида истода буданд. яъне ҷаҳли мардум то андозае расидааст ки гумон мекунанд ҳайвоне ки қурбонӣ карда шудааст хунаш ҳалол аст, аз он нӯшида истоданд, дар ҳоле ки ояти Қуръони Карим мегӯяд: ҳуримат алайкумул майтату ва даму ва лаҳмул хинзир. саволи дигар: қазии асп ҳалол аст ё ҳаром аст? дар бораи худи қазӣ ва худи гӯшти аспа нигоҳ кунем, дар назди ҷумҳури уламо хӯрдани гӯшти асп ҳалол аст ва дар ин бора ҳадиси саҳеҳ ҳам ҳаст ки ҳазрати Оиша радиаллоҳу анҳа мегӯянд дар саҳеҳи Бухорӣ: мо фарасеро яъне асперо куштему хӯрдем. барои ҳамин дар назди ҷумҳур ин чиз ҳалол аст
و دلیل هم به این ثابت است. یگانه در مذهب امام ابو حنیفه میگویند خیل رو یعنی اسب رو خود پروردگار لیترکبوها و زینه گفت تا که شما به آن سوار شوید و برای زیب و زینت گفت، برای همین آن رو خوردنش جایز نیست میگویند. لیکن چون دلیل ثابت آمد و جمهور علما دلیلشان قوی هست، اینجا میگویم که هیچ باکی ندارد نه خوردن از گوشتش نه از قضیهش. و در دلیلی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند اون البته دلیل قوی است، اما در ما حدیثی هست که اون رو خلاف میکند. یک مولا گفت که گوشت خر هم حلال بود بعد حرام شد، همین راست است؟ آره این راست است. در این باره حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نکاح متعه و خوردن خر اهلی ما رو حرام کردن. معنیش این است که پیش از این چیز حلال بود، اما خر وحشی یا زبره که میگویم اون حلال است. شما در یک برنامه‌تان گفتید که گوشت خوک را مجبور شوید خورید. هیچ گپ نه، همین گپتان را من درست فهمیدم می؟ من در یک برنامه شاید در یگان جا درباره مثال اضطرار گفته باشم. الله در قرآن میگوید وقتی که مثلا به این گوشت ها اشاره میکند که حرمت علیکم المیتة و الدم و اینها برای شما حرام است، در دوامش فمن یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه میگوید. اما هر کسی که اضطرار شد یعنی به حالت گرفتار شد که اگر نخورد میمورد، اگر نخورد دیگر جانش را میدهد، یا به حالت گرفتار می شود که حالتش خیلی مثلا به جسمش ضرر میکند، انا در اینجا هم از گوشت خوک باشد یا حتی خود مرده باشد یا حتی خوک باشد و مسئله الکل یا عرق بین علما اختلاف است، این چیزها خوردنش حلال می شود. اما این در وقتی مجبوری، مثلا در صحرای هستید فقط در نزدتان گوشت خود مرده یا اینکه خوک است، دیگر هیچ چیز نیست، از آن کمی تناول نکردید از گرسنگی تلف می شوید، انا در اینجا اجازت شده است. این هم در حالت مجبوریه که خطری از دست دادن جان است یا سلامتی است که عموما دیگر شما به پا نمیخیزید. من یک مخلصی رادیوی پیام بیشتر از همه برنامه شما رو گوش میکنم. شما برنامهتان خیلی کم است، خواهش برنامهتان رو هر روزه کنید، همین خیلی حلال و حرام رو فهمیم. شما خیلی عادی ساده زمانوی گپ میزنید، بسیار ملاها نیمی گپشون عربی نیمش لهجوی گپشون رو فهمیدن دشوار است. پیش از همه خیلی تشکر برای قدردانیتان و انشاءالله که در آینده شاید بعضی از برنامه‌های کوتاه دیگر هم علل خصوص درباره خوردن و دیگر چیزهایی که خودتان ذکر کردید چه حلال است و چه حرام شاید که پیاده کنیم. سوال دیگر، در فیسبوک خوندم که بعضی حالتها میشد است که اسلام حتی گوشت آدم رو خوردن رو اجازه میداده است. این دهشت راست است؟ البته دهشت است، اما گوشت آدم نبو خود مرده، حیوانی که میته است خود مرده است یا اینکه خوک است، در حالتی که اگر نخورید میمورید اجازه میدهد که این حالتها خیلی خیلی نادر به انسان وقوع می شود. یعنی خیلی نادر است و چیزی که گفتیم از 1000 یک بار شاید شدنش ممکن است، اما درباره خوردن گوشت آدمیزاد راست گپ در یگانجا ندیدم. گوشتی که حلال است یا حرام؟ گوشتی که در نزد جمهور علما حلال است و هیچ باکی ندارد به جز مذهب امام ابو حنیفه. و ان شاء الله کدام حیوان ها حلال است کدامش حرام است و دلیل ها چی است در یک برنامه با هم صحبت میکنیم، برای اینکه خیلی زیاد سوال علل خصوص از مهاجران می آید که ما در مغازه ها گوشت خیلی زیاد گوشت کیت یا گوشت کریوت یا حیوانچه های دیگری بحری رو میبینیم که به سلامتی خیلی فایده آور است، ولیکن اون رو در مذهب ما حرام میگویند. آیا خوریم یا نخوریم؟ و در این باره که در نزد جمهور علما حلال است، حتی در بعضی از علمای دیگری مذهب ابو حنیفه هم به این اجازه میدهند، با هم صحبت میکنیم. اما به هر حال چون دلیل قوی است گوشت خوردن تمام حیوانات آبی حلال است به جز بعضی حیوانایی که مثل مور آبی یا انسان آبی رسالکه میگویند یا مثلا خوک آبی، بعضی حیوانایی که طبیعت انسان خودش نمیبردارد اون رو نمیشود. سوال دیگر، گوشت گاو را بسم الله اوله و آخره گفته خوریم از مگزین خریده باشد حلال می شود یا نه؟ گوشت گاو را بسم الله گفته خورید اگر گوشت گاو را از مغازه می خرید که در کشور مسلمان ها هست و می دانید که این گوشت را اساسا مسلمان ها کشتن، اما گوشت گاوی که یگان نصرانی کشته است
باید به این خیلی اهمیت دهیم، چون مشکوک است و چه خیلی که گفتیم نصرانی هایی که در زمان پیامبر با طرز دینی خودشون حیوان میکشتن عیناً مثل طرز دینی ما هست. الحاضره نصرانی ها باشد، از نصرانی فقط عرق خوردن و در سال ماه یک بار بعد سرکف رفتن دارم، دیگر چیزی دیگری وجود ندارد. در فابریکه دستی مرغ زیاد، در فابریکه دستی شاید باشد، مرغ زیاد را ذبح کردن وقت میگیرد. فهمیدم، در فابریکه دستی مرغ زیاد را ذبح کردن وقت میگیرد و نفر زیادی کارگر به نرخ مال تاثیر میکند. آیا اجازت هست بسم الله گفته با تکنیک مخصوص که وظیفه کار را اجرا میکند گردن مال زده شود؟ انا در همین باره بین علمای معاصر خودش اختلاف است، برای اون که اگر به کتاب‌های پیشتر نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وقتی صحابه میپرسند که من برای شکار کردن سگم رو فرستادم و نمیدونم که و یک حیوان رو گرفته و یک حیوان مرده رو دیدم، نمیدونم که اون رو سگ من شکار کرد یا سگ دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در این وقت اون چیزی که با بسم الله فرستادی شکار کردی از آن بخور، از آن چیزی که شک کردی آن رو نخور. و در تمام کتاب های فقه از مذهب امام ابو حنیفه شروع کرده تا مثلا مغنی ابن قدامه که خیلی از فقهای شمول برای تمام مذهب است، گفته می شود که برای هر یک حیوان بسم الله گفتن حتمی است. با یک بسم الله یک چند حیوان را کشته نمی شود. اما بعضی از علما چیزی که شما گفتید میگویند در فابریکه هایی که 1000 و 2000 تا 10000 مرغ کشته می شود، برای هر یکی وای بسم الله گفتن مشکل است، برای همین با یک بسم الله گفتن یک چند حیوان را کشته می شود. این را بعضی از علما میگویند که می شود، اما بعضی از علمای دیگر میگویند و جای این اگر شما تقوا کنید و یک چند عدد کارگر گیرید که در یک لحظه بسم الله گویان مرغ را ذبح کنند، این باز بهتر می شود. اما با یک بسم الله گفتن با تکنیک های معاصر یک چند را کشتن، این مسئله اختلافی است که بعضی ها اجازه می دهند، بعضی ها میگویند از شک و شبهه دورتر باشیم. گوشت کدام پرنده ها حرام است؟ درباره گوشت پرنده ها پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن یا حرام کردن از گوشت هر یک پرنده که مخلب داشته باشد، یعنی چنگال داشته باشد، با چنگال هایش درانیده یا خراشیده تواند، و این چنین از هر یک حیوانی که درنده باشد و دو دندان پیشی درندگی داشته باشد. کلی زینب میگویند و کلی زی مخلب من الطیور، و هر پرنده که اون دیگر میتواند که با چنگالش خودش شکار کند گوشت آن حرام است. اما پرنده های دیگری که شکار کردن نمیتوانند مثل کبوتر که در تاجیکستان نمیخورند، در کشورهای عرب خیلی زیاد از گوشت کبوتر استفاده میکنند و یا پرنده های دیگر جایز می باشد. در وقت شکار چه خیل حیوانی شلیک شده بدون گردنش را بریدن حلال می شود؟ در وقت شکار مسئله وسیع دیگر است که در این باره با صحبت میکنیم، برای اینکه خیلی مسئله وسیع است و مسئله شکار از مسئله طرز ذبح کردن شرعی فرق میکند. برای اینکه در شکار بسم الله گفته هر نیزه که زدید یا هر چیزی که روان کردید همون شکار کردگیتان به رفته رسید، گردنش را نبرید و به هر عضوش رسید و اونجا را مجروح کرد، برای شما حلال می شود. و حتی سگ معلم و ما علمت من جوارح المکلبین در سوره مائده هم هست، حیوان هایی که سگ هایی که تعلیم گرفته شدن، یعنی شین گفتید میشینند، از جایت برخیز گفتید برمیخیزند، دورتر رو گفتید دورتر میروند، عموما تعلیم گرفته شدن، با اون سگ ها هم شکار کرده می شود و بسم الله گویان سگ رو روان میکنید، اون چیزی که قپید و گرفته آورد اون حلال می شود. یعنی مسئله حلال گشتن گوشت شکار که این تماما مسئله خارج از برنامه ما است، فرق میکند از مسئله حیوانی که در دستتان هست و شما اون رو با دستتان ذبح کرده ایستادید. اما مسئله شکار هر چیزی که نوگش تیز است از
پرتافتید و رفت و خون ریخت و این چونین حیوانتان خو از بعض نمود پرنده ها باشد یا حتی حیوان های وحشی مثل شیر و پلنگ باشد و شما آن را تعلیم داده باشید و اهلی کرده باشید و خود عادت کنانیده باشید، هر حیوانی که بسم الله گفته فرستادید و شکار کرده آمد حلال می شود. که مسئله شکار هم خیلی از مسئله های وسیع است که شاید در یکی از برنامه ها درباره‌اش صحبت کنیم. و تا اینجا بود عزیزان در باره برنامه ترازوی عمل امروزه. و اگر یگان موضوع مهمی دارید که میخواهید در مهاجرت یا در خود وطن باشید هم میخواهید درباره‌اش فهمید و مسئله زمانوی هست، میتوانید در خود یوتیوب نویسید یا به واتساپ به سایت ما روان کنید که در همین باره یک موضوع شود و ان الله در خدمت شما هستیم تا زمانی که شما توانید از ما استفاده کنید و اون چیزی که امانت در دست ما است به شما برسد و فایده برید. و این بود برنامه امروزه. تا برنامه های دیگر در پناه الله رحمان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.